سلام عزیزان، قبلا آموزش جیب تکفیل تاب رو داشتیم که روش آسون دوختش رو براتون توضیح دادم. امروز میخوام با هم آموزش جیب دو فیل تاب همراه نقاب رو داشته باشیم. دوخت این جیب به ساده ترین روش یاد میگیریم که دیگه از دوخت جیب دو فیل تاب ترس و واهمه‌ای نداشته باشیم. اگر از این آموزش خوشتون اومد لطفاً لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا آموزش‌های بعدی براتون به نمایش گذاشته بشه. ممنونم. قسمتی که میخوایم جیب دو فیل تاب رو بدوزیم در پشت لباس رو لایه چسب میزنیم و مستطیلی به ابعاد 13x2 میکشیم و وسطش رو مشخص میکنیم. یه خط میکشیم، دو تا مثلث به اندازه 1.5 سانت اینجا میکشیم. حالا ما احتیاج داریم به دو تا مستطیل به ابعاد 18x8 سانت. این دو تا مستطیل رو من از رنگ دیگه ای در آوردم که اینها رو اینجوری روی هم میذاریم و از وسط اینو چرخش میکنیم. برای نقاب جیبمون هم ما احتیاج داریم به نقابی به ابعاد 15x13، یعنی مستطیلی به ابعاد 13x15 که اینو دولا میکنیم به این شکل در میاد. اینو میدوزیم و این که مستطیل ساده است و همه شما بلد هستین اینو انجام بدین. این دو طرفش رو میدوزیم و نقاب جیبمون رو به دست میاریم. حالا برای اینکه جیب دو فیل تابمون رو انجام بدیم این مستطیل رو از وسط قیچی میکنیم به این شکل. این مثلث ها رو تا گوشه چرت میزنیم. حالا میریم برای دوخت این دوتا مستطیل 8x18 مون. قسمت وسطش رو با دوخت درشت چرخ خیاطیمون دوخت میزنیم. بریم برای دوختش. خب پشت این مستطیل ها رو که لایه زدیم و چرخ کردیم از وسط یک دوخت درشت زدیم. حالا به این شکل اینها رو باز میکنیم از دو طرف و اتو میزنیم. حالا به این شکل طوری قرار میدیم روی این پارچه رو طوری قرار میدیم روی این مستطیل ها که دقیقاً خط وسط این مثلث هم ردیف با دوختمون باشه و این قسمت رو چرخ میکنیم. دو طرف رو دقیقاً به همین شکل میبریم دوخت میزنیم. بریم برای دوختش. این دو طرف مثلثی رو من چرخ کردم. حالا به این شکل این دو قسمت رو هم از رو خطی که داریم چرخ میکنیم. این طرف چرخ میکنیم، بعد این طرف هم چرخ میکنیم، بعد میام خدمتتون. خب بعد از اینکه چهار طرف جیب فیل تابمون رو دوخت زدیم این قسمت وسط رو که ما با دوخت درشت چرخ کرده بودیم و با بشکاف بازش میکنیم. نخواهی اضافه رو برمیداریم تمیز بشه. حالا نقاب جیبی که درست کرده بودیم به اندازه 4.5 تا 5 سانتش رو بیرون قرار میدیم، بقیه‌اش رو داخل میکنیم به این شکل. قشنگ اینو اندازه میزنیم که از دو طرف یک اندازه باشه.
اینو داخل میکنیم و از پشت یک چرخ این نقاب رو به این قسمت یک چرخ میکنیم و جیب فلیپ تاپ ما تموم میشه. به همین تمیزی و راحتی. بریم برای چرخ قسمت نقابش. نمای نهایی جیبمون که خیلی راحت و تمیز دوخت زدیم.